السلام علیکم یار و دوستان محترم هواداری کانال و مردمی خاصتا مردمی مسشو. امروز راست گپ کمی دیر همین نزد کانال آمدیم. الان که ببینید که در کانال آب اومده است دوستان. سرخطی بابای شانیمت بر افسادیم دوستان. دوستو کانال پوری آب. گفتن که بهار آمد و دهقان وقتی کار آمد. دوستان عزیز ما واقعا یک برای دهقانا یک گنج آمد به همین دیار ما. آب میگون از همین آب تمام چیز حیات از آب است. یعنی که آب نباشد همه چیز میمیرد دوستان عزیز ما. این هم یک خوشی و خرسندی برای مردمی این سرزمین، یعنی که مردمی مسجد که کانالاشون پر از آب شده است دوستان عزیز ما. کانال آب اومده. های دوستای خرسندی را باعث خرسندی است واقعا که برای دهقان خدا خواهد مردمی که پتکلان کارید، گندم کارید، علف داشت همش خدا خواهد از پی آبمانی میشه دوستان. های واقعی سربلند و خانه آباد باشه.